6 مورد از خطرناکترین بیماری‌های روانی. سوها کلینیک. بیماری‌های روانی مجموعه‌ای از مشکلات رفتاری یا هیجانی هستند که زندگی فرد رو تحت تاثیر قرار میدن و اجازه نمیدن که به زندگی عادیش ادامه بده. اگر افراد علائم بیماری‌ها رو بشناسن، در صورت مواجهه با اون میتونه خیلی سریع سراغ درمان برن و کمک دریافت کنن. اولین علامت روانشناختی خطرناک توهم شنواییه. فردی که توهم شنوایی داره صداهایی رو میشنوه که بقیه افراد قادر به شنیدنش نیستن. زمانی جزو خطرناکترین علامت‌های روانی به حساب میاد که تبدیل به توهم شنوایی آمرانه بشه. یعنی فرد احساس میکنه که صدایی به اون دستور میده و سعی میکنه دستورات اون رو انجام بده. در چنین شرایطی ممکنه مرتکب جرم و جنایت بشه و دست به کارهای خلاف بزنه. دومین مورد اختلال شیداییه. این نوع اختلال امروزه به اسم اختلال دو قطبی شناخته میشه. فرد مبتلا ممکنه رفتارهای پرخطر به خصوص رفتارهای جنسی بی قید و بند از خودش نشون بده. یکی از مشکلاتی که بیماران دچار اختلال روانی شیدایی دارن اینه که دچار بیبند و باری جنسی میشن. یعنی بیماران زن ممکنه دچار حاملگی های ناخواسته بشن یا مورد تجاوز قرار بگیرن. از طرف دیگه مردانی که اختلال شیدایی دارن هم ممکنه دچار مشکلات حقوقی و رفتارهای پرخطر جنسی بشن. به همین دلیل این بیماران در حالت شدید نیاز به بستری پیدا میکنن. سندروم اوتلو یا همون هذیان زناشویی نوعی از هذیان که فرد به همسر خودش شک میکنه. این اختلال در مردا بیشتر رخ میده و فرد فکر میکنه که همسرش با افراد دیگه‌ای در ارتباطه و سعی داره به اون خیانت کنه. این هذیان ممکنه باعث خشونت‌های کلامی، دعوا، جر و بحث‌های فیزیکی، حتی قتل همسر بشه. به همین دلیل باید سریعاً تحت درمان قرار بگیره. افسردگی به تنهایی اونقدر خطرناک نیست، اما زمانی که فرد افکار خودکشی یا دیگرکشی داشته باشه میتونه بسیار خطرناک باشه. پنجمین اختلال آنورکسیه. آنورکسی یک اختلال روانیه که در اون فرد مواد غذایی کمتری مصرف میکنه تا وزن بدنش پایین بیاد. ممکنه در همه افراد اتفاق بیفته، مخصوصا در دختران نوجوان در سن بلوغ. اما به این دلیل جزو خطرناکترین بیماری‌های روانیه، چون ممکنه مشکلات جسمی بسیار زیادی رو برای بیمار ایجاد کنه. حتی گاهی اتفاق میفته که کسی که این اختلال رو داره بعد از اینکه از مهمونی برمیگرده سعی میکنه با استفراغ کردن غذایی که خورده رو برگردونه تا وزنش بیشتر نشه. و آخرین اختلال آپوتنوفیلیا. شاید خطرناکترین بیماری روانی آپوتنوفیلیا باشه. در این نوع اختلال فرد مبتلا تمایل بسیاری به قطع کردن یا آسیب زدن به عضوی از بدن خودش داره. گفته میشه علت این بیماری آسیب به نیمه راست مغز بیماران هست. اگر شما یا اطرافیانتون حس کردید که درگیر یکی از این اختلالات هستین و یا علائمی از اونها رو دارید، بهتره که حتما از یک درمانگر کمک بگیرید.